هستند. هادی نوروزی سانتر روی دروازه یک ضربه ایستاد، چه گل خوبی زدن. صدای کار علیپور حساب کار رو 1-0 میکنه و یه حرکت قشنگ تیمی با هم مرور همکارا میدن. یک سانتر خوب روی دروازه، تیر دروازه، توپ سانتر خوب روی دروازه، یه موقعیت چه دفاع خوبی کردن. توپ بعدی سرگردان و گل مساوی رو میزنه تیم پدیدش. چقدر زود به بازی برگشتن. خوشحالی مهاجری رو بوده طول فصل نشون بده که وضعیت بشه ترتیب بوده. سانتر روی دروازه، این ضربه است، گل دوم میزنه. بازم که اصلا خوشحالی نمیکنه. یه باری با هم ببینیم این سانتری که انجام شد. هادی نوروزی، این سم رامین رضاییان اضافه شده، ضربه از زاهدور، چه گلی زد هادی نوروزی. حساب کار 2-2 میشه. حرکتش آزاده، پاس خوب برای علیپور در مقابل دروازه بلند هست. بنگر ضربه سر رو میزنه و توپ از آزادی ضربه زده میشه و توپ از بالای دروازه